سلام دوستان، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم با کوتاهی فابریک شلوار. قد شلوار ما قراره که اینقدر کوتاه بشه. ما اینجا رو متر دادیم. این قسمت 12 سانته. 12 رو به 2 تا 6 سانت تقسیم میکنیم، علامت میزنیم. ببینید با صابون علامت زدم. این رو تا میزنیم. سوزن میزنیم که جابجا نشه. قسمت رو هم همینطور علامت میزنیم. اون دم کنم همینطور علامت میزنیم. سر 6 سانتش علامت میزنیم. بعدی کارمون ده. اینجا این قسمت رو دوخ میذاریم. دقیقا درس ها رو روی درس اندازید. کارتون تمیز داره. دقیقا از کنار دوخت قبلی، یعنی دوختی که مشاهده کنید کنار قبلی دوخت میریم که کارمون تمیز داره. سوزن رو جدا میکنیم. این کار رو بنده ببین یه دوخت تمیز و فابریک داره.